10. اخراج‌ها از اروپای غربی، فرانسه، بلژیک، هلند، دانمارک، ایتالیا. سرسختی بیرحمانه، خصوصیتی که نزد حاکمان رایش سوم بالاترین ارزش را داشت، حالا در آلمان پس از جنگ که برای کتمان گذشته نازی خود به نبوغی واقعی دست یافته است، غالباً تحت عنوان آنگات یعنی فاقد خوبی توصیف می شود. گویی افراد متصف به این صفت هیچ ایرادی نداشتند جز آنکه در عمل به معیارهای سختگیرانه خیرخواهی مسیحی مرتکب قصوری تأسف برانگیز شدند. در هر حال افرادی که اداره آیشمن به عنوان مشاور امور یهودیان به کشورهای دیگر اعزام می‌کرد، همراه با هیئت‌های دیپلماتیک عادی یا کادر ارتش یا فرماندهان محلی پلیس امنیت، همگی به دلیل داشتن بالاترین درجه همین فضیلت انتخاب می‌شدند. به نظر می رسد که در ابتدا طی پاییز و زمستان 1941 تا 1942 کار اصلی این افراد برقراری روابط حسنه با سایر مقامات آلمانی در کشورهای مربوطه بوده است، به خصوص با سفارت آلمان در کشورهای اسماً مستقل و کارگزاران رایش در سرزمین‌های اشغالی. در هر دو صورت در خصوص حوزه اختیارات در امور یهودیان اختلافات پایان ناپذیری وجود داشت. در ژوئن 1942 آیشمن مشاوران خود را از فرانسه، بلژیک و هلند فراخواند تا برای اخراج‌ها در این سه کشور برنامه ریزی کنند. هیملر دستور داده بود در مو به مو گشتن اروپا از غرب به شرق فرانسه اولویت اول باشد. از یک طرف به دلیل اهمیت ذاتی ملتی که در نوع خود بهترین است و از طرف دیگر به دلیل حکومت ویشی که درک حقیقتاً شگفت‌انگیزی از مسئله یهود نشان داده و به ابتکار عمل خود تعداد قابل توجهی قانون ضد یهود وضع کرده بود. دولت ویشی حتی یک اداره ویژه برای امور یهودیان هم تأسیس کرده بود که ریاست آن را در ابتدا اگزابیه ولیان و مدتی بعد دارکی دوپل پوا بر عهده داشتند و هر دو به یهود ستیزی شهره بودند. جریان یهود ستیزی در فرانسه ارتباط تنگاتنگی با بیگانه هراسی شدید و عموماً شوونیستی در همه اقشار جامعه داشت و از این رو به عنوان یک امتیازدهی به این جریان قرار بود عملیات از یهودیان خارجی شروع شود. از آنجا که در 1942 بیش از نیمی از یهودیان خارجی فرانسه بی‌تابعیت بودند، پناهجویان و مهاجران اهل روسیه، آلمان، اتریش، لهستان، رومانی، مجارستان، یعنی مناطقی که تحت کنترل آلمان درآمده یا قبل از آغاز جنگ قوانین ضد یهودی تصویب کرده بودند، تصمیم گرفته شد کار با اخراج حدود 100,000 یهودی بی‌تابعیت آغاز شود. کل جمعیت یهودی کشور حالا بیش از 300,000 نفر شده بود. در 1939 قبل از آنکه پناهجویان بلژیک و هلند در بهار 1940 به فرانسه سرازیر شوند، این رقم به حدود 270,000 نفر می رسید که از میان آنها حداقل 170,000 نفر خارجی یا متولد خارج از کشور بودند. 50,000 نفر از منطقه اشغالی و 50,000 نفر از فرانسه ویشی باید با سرعت هرچه بیشتر تخلیه می شدند. این تعهد سنگینی بود که نه تنها به موافقت حکومت ویشی نیاز داشت، بلکه مستلزم همکاری فعالانه پلیس فرانسه هم بود که باید همان کاری را انجام میداد که پلیس انتظامی در آلمان اجرا می‌کرد. در ابتدا هیچ مشکلی وجود نداشت، چون همانطور که پیر لاوال معاون مارشال پتن اشاره کرد، این یهودیان خارجی همیشه برای فرانسه مشکل ساز بودند و دولت فرانسه خوشحال بود که تغییر رویکرد آلمان در قبال آنها به فرانسه هم فرصت داد تا از شر آنها خلاص شود. باید این نکته را هم اضافه کرد که لاوال و پتن فکر می‌کردند این یهودیان قرار است در شرق اسکان مجدد داده شوند. هنوز نمی‌دانستند اسکان مجدد یعنی چه.
دو اتفاق توجه دادگاه اورشلیم را به طور ویژه جلب کرد و هر دوی آنها در تابستان 1942 چند هفته بعد از شروع عملیات رخ داده بودند. رخداد اول مربوط به قطاری بود که باید بوردو را در 15 ژوئیه ترک می‌کرد، اما برنامه حرکتش به ناچار لغو شد چون فقط 150 یهودی بی‌تابعیت در بوردو پیدا شدند و این تعداد برای پر کردن قطاری که آیشمن به سختی فراهم کرده بود کفایت نمی‌کرد. شاید آیشمن این اتفاق را نخستین نشانه از آن گرفته باشد که کارها به آن سادگی که همه تصور می‌کنند پیش نخواهد رفت. شاید هم نه. به هر حال شدیداً هیجان زده شد و به زیردستانش گفت که بحث وجهه در میان است. نه در چشم فرانسوی ها بلکه در چشم وزارت حمل و نقل که ممکن است درباره کارآمدی دستگاه او فکرهای غلطی بکند و اینکه اگر چنین اتفاقی تکرار شود مجبور است در زمینه تخلیه گزینه کنار گذاشتن کامل فرانسه را بررسی کند. در اورشلیم این تهدید را بیش از حد جدی گرفتند و آن را به عنوان مدرکی بر قدرت آیشمن مطرح می‌کردند. مدرکی بر اینکه او اگر می‌خواست می‌توانست فرانسه را کنار بگذارد. در واقع این یکی از همان بلوف‌های مسخره آیشمن بود که قدرت کارساز او را نشان می‌داد، اما نمی‌توانست شاهدی دال بر جایگاه او در چشم زیردستانش باشد، جز در همین حد که تهدیدشان کرده بود به اینکه شغل راحت و بی‌دردسرشان در زمانه جنگ را از دست می‌دهند. اما اگر ماجرای بوردو یک نمایش مسخره بود، دومی حادثه زمینه‌ساز داستانی بود که در میان آن همه حکایت مخوف نقل شده در اورشلیم جزء هولناک‌ترین ها محسوب می‌شد. داستان 4000 کودک که والدینشان را از آنها جدا کرده و به سوی آشویتس فرستاده بودند. این بچه‌ها در یکی از نقاط جمع‌آوری فرانسه در اردوگاه تجمیع درانسی جا مانده بودند و در 10 ژوئیه نماینده فرانسوی آیشمن سروان تئودور دانکر با او تماس گرفت تا بپرسد با این بچه‌ها چه کار باید بکند. 10 روز طول کشید تا آیشمن تصمیم بگیرد. سپس با دانکر تماس گرفت و به او گفت به محض اینکه وسایل نقلیه را بتوان دوباره به منطقه فرمانداری کل در لهستان فرستاد، حمل و نقل بچه‌ها هم میتواند به راه بیفتد. دکتر سرواتیوس اشاره کرد که کل این ماجرا در واقع نشان می‌دهد نه متهم و نه هیچ یک از اعضای اداره او در تعیین افراد متأثر از این اقدامات نقشی نداشتند. اما نکته‌ای که متاسفانه هیچ کس به آن اشاره نکرد این بود که دانکر به آیشمن خبر داده بود که خود لاوال پیشنهاد داده بچه‌های زیر 16 سال جزو اخراجی‌ها قرار بگیرند. این یعنی کل این ماجرای سهمگین حتی نتیجه دستورات مافوق هم نبوده، بلکه بر اثر توافق بین آلمان و فرانسه در بالاترین سطح رخ داده است. طی تابستان و پاییز 1942 27,000 یهودی بی‌تابعیت، 18,000 نفر از پاریس و 9,000 نفر از فرانسه ویشی به آشویتس فرستاده شدند. بعد وقتی حدود 70,000 یهودی بی‌تابعیت در کل فرانسه باقی مانده بودند، آلمانی‌ها مرتکب اولین اشتباهشان شدند. پشتشان به این فکر گرم شده بود که فرانسوی‌ها تا اینجا آنقدر به اخراج یهودیان عادت کردند که دیگر به این موضوع اهمیتی نمی‌دهند و اجازه خواستند یهودیان فرانسوی هم مشمول این اقدامات بشوند، صرفاً برای تسهیل امور اداری. این کار باعث یک چرخش کامل شد. فرانسوی‌ها مخالف سفت و سخت تحویل یهودیان خودشان به آلمان بودند. وقتی هیملر از این وضع اتفاقاً نه از طریق آیشمن یا همکاران او بلکه از طریق یکی از رهبران ارشد SS و پلیس مطلع شد، فوراً عقب نشینی کرد و قول داد به یهودیان فرانسوی کاری نداشته باشد. اما حالا دیگر خیلی دیر شده بود. اولین شایعات درباره اسکان مجدد به فرانسه رسیده بود و در حالی که فرانسوی‌های یهود ستیز و حتی فرانسوی‌هایی که یهود ستیز نبودند بعدشان نمی آمد یهودیان خارجی در جای دیگری اسکان داده شوند، ولی حتی یهود ستیزان هم نمی خواستند در کشتار دست جمعی هم دست باشند.
از آن به بعد فرانسوی‌ها دیگر حاضر نبودند قدمی بردارند که تا همین چند وقت پیش مشتاقانه به آن فکر می‌کردند. یعنی لغو تابعیت از یهودیانی که بعد از 1927 یا بعد از 1933 تابعیت فرانسه را دریافت کرده بودند. اقدامی که بیش از 50,000 یهودی دیگر را واجد شرایط اخراج می‌کرد. همچنین فرانسوی‌ها آنقدر مشکلات تمام نشدنی در خصوص اخراج یهودیان بی‌تابعیت و سایر یهودیان خارجی ایجاد کردند که تمام برنامه‌های بلند پروازانه برای تخلیه یهودیان از فرانسه باید اساساً کنار گذاشته می‌شد. ده‌ها هزار نفر از افراد بی‌تابعیت در گوشه‌ای پنهان شدند و از آن سو هزاران نفر دیگر به منطقه تحت اشغال ایتالیا در خاک فرانسه یعنی کد دازور گریختند. آنجا یهودیان از هر تبار و ملیتی در امان بودند. در تابستان 1943 وقتی آلمان عاری از یهودی اعلام شد و متفقین تازه به سیسیل پا گذاشتند، تنها 52,000 یهودی قطعاً کمتر از 20% کل جمعیت یهودیان اخراج شده بودند و از میان اخراجی‌ها حداکثر 6,000 نفر تابعیت فرانسوی داشتند. حتی اسرای جنگی یهودی ارتش فرانسه هم که در اردوگاه‌های بازداشت آلمان حبس می‌کشیدند، برای رفتار ویژه دستچین نشدند. در آوریل 1944 2 ماه قبل از ورود متفقین به فرانسه هنوز 250,000 یهودی در کشور بودند و تمام آنها از جنگ جان سالم به در بردند. معلوم شد نازی‌ها اگر با مخالفت قاطع روبرو شوند نیروی انسانی و اراده کافی برای سرسخت باقی ماندن ندارند. چنانکه بعداً خواهیم دید حقیقت این بود که حتی اعضای گشتاپو و SS هم سنگدلی را با ملایمت ترکیب می‌کردند. هنگام برگزاری جلسه مورخ ژوئن 1942 در برلین، ارقام تعیین شده برای اخراج‌های فوری از بلژیک و هلند به نسبت کم بود. احتمالاً به خاطر ارقام بالایی که برای فرانسه در نظر گرفته شده بود. مقرر شد در آینده نزدیک تنها 10,000 یهودی از بلژیک و 15,000 یهودی از هلند بازداشت و اخراج شوند. در هر دو مورد این ارقام بعداً افزایش چشمگیری پیدا کردند. شاید به دلیل مشکلاتی که در عملیات فرانسه پیش آمد. وضعیت بلژیک از برخی جهات منحصر به فرد بود. این کشور منحصراً تحت حکمرانی مقامات نظامی آلمان بود و طبق گزارشی که دولت بلژیک به دادگاه اورشلیم تسلیم کرد، پلیس تأثیری را که در حوزه‌های دیگر از آن برخوردار بود بر ادارات دولتی آلمانی نداشت. فرماندار بلژیک ژنرال الکساندر فون فالکنهاوزن بعدها در توطئه ژوئیه 1944 علیه هیتلر شرکت کرد. همدستان بلژیکی نازی‌ها فقط در منطقه فلاندرز قابل توجه بودند. جنبش فاشیست در میان والون‌های فرانسوی زبان به رهبری دگلر هم اثرگذاری خاصی نداشت. پلیس بلژیک با آلمانی‌ها همکاری نمی‌کرد و به مأموران راه آهن بلژیک حتی نمی‌شد اعتماد کرد که به قطارهای مخصوص اخراج کاری نداشته باشند. ترتیب می‌دادند تا درها قفل نشوند یا پاتک‌هایی ترتیب می‌دادند تا یهودیان بتوانند فرار کنند. عجیب‌ترین نکته ترکیب جمعیت یهودی این کشور بود. قبل از شروع جنگ 90,000 یهودی در این کشور اقامت داشتند که حدود 30,000 نفرشان یهودیان پناهجوی آلمانی و 50,000 نفر دیگر اهل سایر کشورهای اروپا بودند. تا پایان سال 1940 حدود 40,000 یهودی از این کشور گریخته بودند و از بین 50,000 نفر باقی مانده حداکثر 5,000 نفر شهروند بومی بلژیکی بودند. به علاوه تمام رهبران مهم یهودی که به هر حال اغلبشان خارجی بودند هم از کشور گریختند و به همین دلیل شورای یهود هیچ اقتداری در میان یهودیان بومی نداشت. با این فقدان درک همه جانبه جای تعجب ندارد که یهودیان بلژیکی بسیار کمی اخراج شدند.
اما یهودیانی که اخیراً تابعیت گرفته بودند یا تابعیت نداشتند از تبار چک، لهستانی، روس و آلمانی که بیشترشان تازه از راه رسیده بودند به سادگی قابل شناسایی بودند و پنهان کردنشان در این کشور کوچک و کاملاً صنعتی دشوار بود. تا پایان سال 1942 15,000 نفر به آشویتس فرستاده شدند. و تا پاییز 1944 وقتی متفقین کشور را آزاد کردند در مجموع 25,000 نفر کشته شده بودند. آیشمن مشاور معمول خودش را در بلژیک داشت، اما به نظر می رسد این مشاور فعالیت چندانی در عملیات نداشته است. این اقدامات نهایتاً تحت فشار روزافزون وزارت خارجه به دست دولت نظامی انجام می شدند. عملاً مثل همه کشورهای دیگر در هلند هم اخراج از یهودیان بی‌تابعیت شروع شد که تقریباً تمامشان از پناهجویان اهل آلمان بودند و پیش از آغاز جنگ حکومت هلند رسما آنها را نامطلوب اعلام کرده بود. از کل جمعیت 150,000 نفره یهودیان در هلند حدود 35,000 نفر خارجی بودند. برخلاف بلژیک، هلند تحت فرمان یک نوع حکمرانی غیر نظامی قرار گرفته بود و برخلاف فرانسه حکومتی از آن خود نداشت، چون کابینه کشور همراه با خاندان سلطنتی به لندن گریخته بودند. این ملت کوچک به کلی اسیر دست آلمانی‌ها و SS بود. مشاور آیشمن در هلند شخصی به نام ویلیزوف بود که ظاهراً نقش چندانی ایفا نمی‌کرد و کاری بیش از با خبر نگه داشتن اداره برلین از او ساخته نبود. ویلیزوف اخیراً در آلمان دستگیر شد، حالانکه مشاور به مراتب کارآمدتر مستقر در فرانسه جناب دانکر همچنان فراری است. اخراج و هر مسئله‌ای در ارتباط با آن به دست وکیلی به نام اریش رایاکوویچ، مشاور حقوقی سابق آیشمن در وین و پراگ مدیریت می‌شد که به توصیه آیشمن به SS پیوسته بود. او در آوریل 1941 از سوی هایدریش به هلند فرستاده شد. او نه به اداره اصلی امنیت رایش در برلین بلکه مستقیما به رئیس سرویس امنیتی منطقه در لاهه دکتر ویلهلم هارستنر پاسخگو بود و هارستن هم به نوبه خود تحت فرمان رهبر ارشد SS و پلیس سپهبد هانس راوتر و دستیار او در امور یهودیان فریدناند آوسترفونتن قرار داشت. راوتر و فونتن را دادگاهی در هلند محکوم به اعدام کرد. راوتر اعدام شد و مجازات فونتن ظاهراً بعد از مداخله خاص از طرف آدناور به حبس ابد تخفیف یافت. هارستن که در هلند محاکمه و به 12 سال حبس محکوم شده بود توانست در 1957 از زندان آزاد شود و منصبی در دولت ایالت باواریا بگیرد. مقامات هلند مشغول بررسی امکان طرح دعوا علیه رایاکوویچ بودند که ظاهراً در سوئیس یا ایتالیا زندگی می‌کند. تمام این جزئیات طی یک سال گذشته با انتشار اسناد مربوط به هلند و گزارشی به قلم یاکوب خبرنگار هلندی افشا شدند. دادستانی اورشلیم از یک سو قصد داشت آیشمن را به هر قیمتی بزرگ جلوه بدهد و از سوی دیگر واقعاً در پیچ و خم بوروکراسی آلمان گم شده بود و به همین دلیل ادعا می‌کرد که تمام این ماموران دستورات آیشمن را اجرا می‌کردند. اما رهبران ارشد SS و پلیس فقط مستقیما از شخص هیملر دستور می‌گرفتند و واقعاً بعید است رایاکوویچ در این مقطع همچنان از آیشمن دستور گرفته باشد، به خصوص با توجه به اتفاقی که قرار بود آن موقع در هلند رخ بدهد. حکم دادگاه بدون آنکه وارد این جدل‌ها بشود بی سر و صدا تعداد زیادی از خطاهای دادستانی، البته نه تمامشان را اصلاح کرد و دوز و کلک بازی مداومی را که بر سر مقام و منصب بین اداره اصلی امنیت رایش و رهبران ارشد SS و پلیس و سایر ادارات جریان داشت، به قول آیشمن مذاکرات مصرانه، بی پایان و دائمی به خوبی نشان داد.
آیشمن به ویژه از اوضاع هلند ناراضی بود، چون به وضوح میدید که خود هیملر او را ضعیف جلوه میدهد و علاوه بر آن همیت آقایان مقیم هلند هم مشکلات بزرگی در زمانبندی محموله های او ایجاد میکرد و اهمیت مرکز هماهنگسازی امور در برلین را به سخره میگرفت. بنابراین درست در آغاز کار به جای 15,000 یهودی 20,000 یهودی از هلند اخراج شدند و آقای زوف مشاور آیشمن که درجه و سمتش از همه افراد حاضر به مراتب پایین تر بود تقریبا مجبور شد اخراجها را در سال 1943 تسریع کند. تعارض حوزه صلاحیت در این مسائل آیشمن را به ستوه آورده بود و برای هر کسی که حاضر بود به حرفایش گوش بدهد بیهوده توضیح میداد. این برخلاف دستور رایخسفورر اس اس یعنی هیملر و غیر منطقی است که در این مرحله باز قرار باشد مقامات دیگری مسئله یهود را مدیریت کنند. آخرین برخورد در هلند در سال 1944 رخ داد و این بار حتی کالتنبرونر هم مداخله کرد تا یک پارچگی امور حفظ شود. در هلند یهودیان سفاردی اسپانیایی تبار از اخراج معاف شده بودند، اما در سالونیک یهودیان همین تبار را به آشویتس فرستادند. دادگاه در این موضوع به اشتباه خطا کرد و در حکم خود اعلام کرد اداره اصلی امنیت رایش در این اختلاف دست بالا را داشته است. فقط خدا می‌داند که چرا کوچکترین آزاری به 370,000 یهودی سفاردی آمستردام نرسید. دلیل اینکه هیملر ترجیح میداد امور هلند را از طریق رهبران ارشد اس اس و پلیس اجرا کند ساده بود. این افراد اطراف و اکناف کشور را خوب می شناختند و مشکلی که مردم هلند پیش آورده بودند هم ابدا مشکل ساده‌ای نبود. هلند تنها کشور در کل اروپا بود که وقتی اساتید یهودیش اخراج شدند، دانشجویان اعتصاب کردند و در واکنش به اخراج اولین گروه یهودیان به اردوگاه‌های تجمیع آلمان هم موجی از اعتصاب در کل کشور به راه افتاد. تازه اخراج این گروه برخلاف اخراج‌ها به مقصد اردوگاه‌های مرگ صرفاً یک اقدام تنبیهی بود که مدت‌ها قبل از رسیدن راه حل نهایی به هلند انجام شده بود. همانطور که لو د یانگ اشاره می‌کند، آلمانی‌ها درس خوبی گرفتند. از حالا به بعد اذیت و آزار نه با چماق گارد ضربت نازی بلکه با فرمان‌هایی که در روزنامه رسمی کشور منتشر می‌کردند انجام می‌شد و هفته‌نامه‌های یهودیان هم مجبور به انتشار این فرمان‌ها بود. یورش‌های پلیس دیگر در خیابان‌ها رخ نمی‌داد و مردم هم اعتصاب نمی‌کردند. با وجود این، خصومت همگانی در هلند با اقدامات ضد یهود و مسئولیت نسبی مردم این کشور از یهود ستیزی با دو عامل کنترل و خنثی می‌شد که در نهایت برای یهودیان مرگبار بود. اول اینکه یک جنبش نازی بسیار قوی در هلند وجود داشت که می‌توانست برای انجام اقدامات پلیسی از قبیل بازداشت یهودیان و لو دادن مخفیگاه آنها و غیره به کار بیاید. دوم اینکه یهودیان بومی این کشور گرایش فوق‌العاده‌ای به جدا کردن خودشان و تازه واردها داشتند که احتمالاً نتیجه رفتار به شدت غیر دوستانه حکومت هلند با پناهجویان آلمان بود. و نیز به این خاطر که یهود ستیزی در هلند درست مثل فرانسه بر یهودیان خارجی متمرکز بود. این موضوع کار را برای نازی‌ها تا حدی ساده کرد و توانستند شورای یهود مورد نظر خودشان را در هلند تشکیل بدهند و این شورا مدت‌ها در این خیال باطل بود که فقط یهودیان آلمانی و بقیه یهودیان خارجی قربانی اخراج‌ها خواهند بود و از سوی دیگر اس اس را قادر کرد که علاوه بر واحدهای پلیس هلند نیروی پلیس یهود را هم به خدمت بگیرد. نتیجه تمام اینها فاجعه‌ای بود که در هیچ کشور غربی دیگری نظیر نداشت. این فاجعه را فقط میتوان با انقراض یهودیان لهستان مقایسه کرد که البته شرایط یهودیان لهستان کاملا متفاوت و از همان ابتدا به شدت وخیم بود. هرچند برخلاف لهستان رفتار مردم هلند به تعداد زیادی از یهودیان اجازه داد که مخفی شوند، 20 تا 25 هزار نفر که برای کشوری به آن کوچکی رقم بسیار بالایی است،
اما تعداد بسیار زیادی از یهودیانی که زندگی زیرزمینی داشتند، حداقل نیمی از آنها نهایتاً به دام افتادند که البته تلاش خبرچین‌های حرفه‌ای و موردی هم ابداً بی‌تأثیر نبود. تا ژوئیه 1944 113,000 یهودی اخراج شده بودند. اغلبشان به سوبیبور، اردوگاهی در منطقه لوبلین لهستان کنار رودخانه باک فرستاده شدند و در این اردوگاه هرگز کارهای قوی بنیه را دستچین نمی‌کردند. 3/4 کل یهودیانی که در هلند زندگی می‌کردند کشته شدند و حدود 2/3 از این تعداد یهودیان بومی هلند بودند. آخرین محموله در پاییز 1944 از هلند رهسپار شدند، وقتی که نیروهای گشت متفقین به مرزهای هلند رسیده بودند. از 10,000 یهودی که در خفا زنده ماندند، حدود 75% خارجی بودند، رقمی که گواه بیمیلی یهودیان هلندی برای مواجهه با واقعیت است. در کنفرانس وانزه، مارتین لوتر، عضو وزارت خارجه، درباره مشکلات بزرگ در کشورهای اسکاندیناوی به خصوص در نروژ و دانمارک هشدار داده بود. سوئد هیچ وقت اشغال نشد و فنلاند با اینکه در جبهه نیروهای محور قرار داشت، اما تنها کشوری بود که نازی‌ها در آن تقریباً به مسئله یهود نپرداختند. این استثنای غافلگیر کننده در خصوص فنلاند با حدود 2,000 نفر یهودی ممکن است ناشی از احترام بالای هیتلر به فنلاندی ها بود. شاید نمیخواست آنها هم مشمول تهدید و اخاذی تحقیرآمیز بشوند. لوتر پیشنهاد داد تخلیه یهودیان اسکاندیناوی را فعلا به تعویق بیاندازند که البته در مورد دانمارک ناگفته پیدا بود، چون حکومت مستقل خود را حفظ کرده و تا پاییز 1943 به عنوان یک کشور بی‌طرف مورد احترام بود، به رغم آنکه ارتش آلمان در آوریل 1940 به دانمارک و نروژ حمله کرده بود. هیچ جنبش فاشیست یا نازی قابل ذکری در دانمارک وجود نداشت و از این رو هیچ همدستی هم در کار نبود. اما در نروژ آلمانی‌ها توانسته بودند هواداران پرشوری پیدا کنند. در واقع ویتکان کیسلینگ، رهبر حزب طرفدار نازی و یهود ستیز نروژ، بعدها نام خود را به دولتی داد که به عنوان حکومت کیسلینگ شناخته می‌شد. اکثر 1700 یهودی نروژ پناهجویان آلمان و بی‌تابعیت بودند و در چند عملیات برق‌آسا در اکتبر و نوامبر 1942 جمع‌آوری و بازداشت شدند. وقتی اداره آیشمن دستور اخراج آنها را به آشویتس صادر کرد، برخی از ماموران خود کیسلینگ از مناصب حکومتی استعفا دادند. این شاید برای آقای لوتر و وزارت خارجه چندان غافلگیر کننده نبود، اما رخداد بسیار جدی‌تر و کاملا غیرمنتظره این بود که سوئد به تمام افراد تحت تعقیب فوراً پیشنهاد پناهندگی و حتی در برخی موارد پیشنهاد تابعیت داد. ارنست فون وایتساکر، معاون وزارت خارجه، این پیشنهاد را دریافت کرد و حاضر نشد درباره آن صحبتی بکند، ولی اعلام آمادگی سوئد همچنان مفید بود. خروج غیرقانونی از کشور همیشه به نسبت ساده است، اما تقریباً غیر ممکن است کسی بتواند بدون مجوز به کشور پناه دهنده وارد شود و دم به تله مقامات مهاجرتی ندهد. نهایتاً نتیجه این بود که حدود 900 نفر، اندکی بیش از نصف جامعه کوچک یهودیان نروژ را میشد قاچاقی به خاک سوئد فرستاد. اما در دانمارک بود که آلمانی‌ها فهمیدند نگرانی وزارت خارجه چقدر به جا بوده است. داستان یهودیان دانمارک به راستی منحصر به فرد است و رفتار مردم دانمارک و حکومت این کشور در میان همه کشورهای اروپا، چه اشغال شده، چه شریک نیروهای محور، چه بی‌طرف و حقیقاً مستقل، نظیر نداشت. انسان وسوسه می شود این داستان را به عنوان مطالعه اجباری در علوم سیاسی توصیه کند برای تمام دانشجویانی که می خواهند درباره قدرت بالقوه و عظیم نهفته در کنش بیخشونت و مقاومت در برابر دشمنی که ابزارهای خشونت به مراتب برتری در اختیار دارد چیزی بیاموزند.